ما حیوانات رو دست کم گرفتیم. 1 ماه قبل از اینکه ماما 59 ساله بشه و 2 ماه قبل از تولد 80 سالگی جان وان هوف، این دو موجود انسانوار یا هیومنید با همدیگه برخورد به شدت احساسی و یه جوری وداع قبل از مرگ داشتن. ماما شامپانزه مادر سالار در جای خودش مثل یه جنین خوابیده بود و هیچ چیزی نمیخورد چون فهمیده بود مرگش نزدیکه. پروفسور جان وان هوف که سابقاً به نگهداری و مراقبت از ماما مشغول بود، به دیدارش میره و سعی میکنه به ماما چیزی برای خوردن بده و نوازشش میکنه و مثل قبل بهش محبت میکنه. در ابتدا ماما جان رو نمیشناسه، اما بعد از لحظاتی لبخندی روی دهان ماما ایجاد میشه که از لبخند گونه انسان خیلی بزرگتره. رفتار ماما به طور کامل تغییر میکنه و به نوازش پروفسور جان میپردازه و اون رو در آغوش میکشه و با هم برای آخرین بار وداع میکنن. اما چرا میگم که ما حیوانات رو دست کم گرفتیم؟ دقیقاً به خاطر تعجب کردنمون از این ویدیو. ماما جان رو از دهه 70 میلادی میشناخت و اینکه اون رو تشخیص بده اصلاً چیز عجیبی نبود. ماما حتی آقای فرانس دیوال که کمتر دیده بودتش هم میشناخت. و اینکه ما شگفت زده میشیم به خاطر اینه که توانایی‌های ذهنی و عاطفی این حیوانات رو به شدت دست کم گرفتیم. دانشمندان و اکثر مردم حیوانات رو مثل دستگاه میبینن که اگه بهش یه ورودی بدی بهت یه خروجی میده، در حالی که خیلی پیچیده تر از این حرفاست. و سوال آقای فرانس دیوال کاملا بجاست که آیا ما اینقدری باهوش هستیم که هوش حیوانات رو درک کنیم؟ در سال 1835 یک شامپانزه نر و یک اورانگوتان ماده در حالی که لباس ملوانی پوشیده بودند وارد باغ وحش لندن شدند و توصیفی که ملکه ویکتوریا از اونها داشتش این بود: موجوداتی که به طرز ناخوشایند و دردناکی انسانی هستند و از دیدن اونها به شدت منزجر شد. چارلز داروین هم منهای انزجار شدید تقریبا همچین نظری داشت و میگفت هر کسی که فکر میکنه انسان موجود برتره بیاد و ببینه. ما تقریبا تمام رفتارهای شامپانزه ها برامون بامزه و خنده داره و علت این اتفاق هم احتمالاً بازشناسی رفتارهاست، چرا که ما پیوندهای تکاملی خیلی زیادی با این حیوانات داریم. مثلا وقتی میترسیم موهای تنمون سیخ میشه، چیزی که این حیوانات برای ترسوندن تهدیدها ازش استفاده میکنن. یا وقتی خوشحالیم به شوخی به پشت رفیقمون میزنیم. یا اصلا همون طرز نوازش و با آغوش کشیدن جان توسط ماما. البته ما به روش‌های دیگه هم این حیوانات رو دست کم گرفتیم. مثلا یک روزنامه‌نگار که به یک شامپانزه نر در یک منطقه حفاظت شده علاقه‌مند شده بود، وقتی به چشماش نگاه کرد هویت خودش رو زیر سوال برد و احساس می‌کرد مستقیم به گذشته تکاملی انسان خیره شده. البته درسته که ما از پیشینیانی میمون مانند تکامل پیدا کردیم، اما اون پیشینیان دیگه وجود ندارن و گونه‌هایی مثل شامپانزه و بونوبو هم تکامل‌های ما هستن، نه ماشین زمان ما برای نگاه کردن به گذشته. زندگی اجتماعی و عاطفی این حیوانات به قدری شبیه ماست که آقای فرانس دیوال نمیدونه اصلا کجا باید مرز قائل باشه. و اما اصلا نقش ماما که این کتاب به اسم اونه و اول ویدیو راجبش صحبت کردم چی بود؟ ماما یک شامپانزه مادر سالار و قوی ترین شامپانزه ماده قبیله بود، اما طبق گفته آقای فرانس دیوال قدرت جسمانیش تنها چیزی نبود که اونو سالار مادگان کرده بود، بلکه بیشتر شخصیتش بود. طوری که آقای فرانس دیوال میگه وقتی برای اولین بار از اون طرف خندق به چشماش نگاه کرده احساس حقیر بودن بهش دست داده. ماما به راحتی با همه نرها و ماده ها ارتباط برقرار میکرد و ذاتاً سیاستمدار بود. ماما حتی در درگیری های مردانه از طرف مورد علاقهش حمایت میکرد و در صورتی که شامپانزه های ماده دیگه از شامپانزه نری که مورد علاقه ماما نیستش حمایت میکردن، عاقبت بدی در انتظارشون بود. البته همه شامپانزه های ماده به جز کویف، دوست صمیمی ماما، که یک استثنا بود و تحت هر شرایطی از هم حمایت میکردن و اگر از شامپانزه‌ای که مورد علاقه ماما نیستش حمایت میکرد، ماما جوری رفتار میکرد که انگار اصلا ندیدتش. البته این کویف اصلا از آقای فرانس دیوال خوشش نمیومد و همیشه سعی داشت بهش آسیب بزنه تا اینکه آقای دیوال یک مشکل بزرگ کویف رو حل کرد.
کویف در شیر دادن به بچه‌هاش ناتوان بود، به همین دلیل بچه‌هاش می‌مردن. آقای فرانس دیوال بچه یکی از شامپانزه‌های ناشنوا رو پیش کویف میبرن و میذارن جلوش. کویف سریع سمت میله ها میاد و آقای دیوال و سرپرست دیگر رو میبوسه و یه نگاه به بچه میکنه و بعد با آقای دیوال طوری نگاه میکنه که انگار داره کسب اجازه میکنه، چون بین شامپانزه‌ها برداشتن بچه دیگران کار درستی نیست. و بعد آقای دیوال تشویقش میکنه به برداشتن و بهش یاد میده که با شیشه شیر به بچه‌ش شیر بده. بعد مدتی کویف توی این کار به شدت ماهر میشه، در حدی که وسطای شیر دادن گاهی شیشه شیر رو از دهن بچه در میاره تا بچه آروغ بزنه، کاری که هیچ وقت یادش نداده بودن. بعد از اون هر وقت کویف آقای دیوال رو میبینه سریع میره سمتش و دستش رو از پشت قفس میگیره و نوازشش میکنه، تمیزش میکنه و آقای دیوال تبدیل به انسان مورد علاقهش میشه، طوری که هر وقت آقای دیوال میخواست از پیش کویف بره، کویف شروع میکرد به نالیدن و سعی میکرد اون رو نگهش داره. به هر حال برگردیم سر قضیه ماما. ماما به عنوان رهبر ماده ها انقدری قدرت و نفوذ داشت که اگر یک نر میخواست به قدرت برسه چاره‌ای نداشت جز این که ماما رو کنار خودش داشته باشه. نقش میانجیگری هم معمولا به دست ماما بودش، طوری که اگر ماما نبود حتی اگر دو نر اشتیاق داشتن برای صلح بازم نمیتونستن صلح کنن، اینجوری که دور هم دیگه میچرخیدن و به هم نگاه نمیکردن و اگه یکیشون دومی رو نگاه میکرد دومی سریع تیکه چوب برمی‌داشت و با تمام اشتیاق شروع میکرد به بررسیش، یه جوری که انگار اصلا حواسش نیست، کاری که بین انسان ها هم یه جورایی انجام میشه. در این شرایط ماما سمت یکی از شامپانزه ها میرفتش و شروع میکرد به تمیز کردنش و بعد میرفت سمت شامپانزه دیگه و معمولا شامپانزه اولی که تمیز شده بود پشت سر ماما شروع میکرد اومدن به عنوان دستیارش و اگه نمی اومد ماما میرفتش و بازوشو میگرفت و به زور میآوردش. یعنی این کاری که انجام میداده کاملا عمدی بوده، کاملا آگاهانه بوده. بعد مدتی که ستایی کنار هم میشستن ماما پا میشد و میرفت و اون دوتا نر شروع میکردن به تمیز کردن همدیگه. این نشون میده که شامپانزه ها هم مثل انسان از آگاهی سگانه برخوردارن، یعنی علاوه بر این که میدونن خودشون با فرد الف چه رابطه‌ای دارن میتونن بفهمن فرد الف با فرد ب چه رابطه‌ای داره و ماما هم معمولا از این قضیه استفاده میکرد و میدونست چه شامپانزه‌ای بر دیگری غالبه و یا چه ارتباطی با هم دیگه دارن. این آگاهی حتی میتونه به خارج از گروه هم تعمیم داده بشه. مثلا ماما به رئیس باغ وحش احترام زیادی میذاشت، چون میدید که کارکنان باغ وحش با دیدن اون هول میشن، دست و پاشون رو گم میکنن و استرس میگیرن و فهمیده بود این فرد مهمیه. نکته دیگه ای که لازمه بدونیم و یه جوری یکی دیگه از جاهایی که ما حیوانات رو دست کم گرفتیم اینه که فکر میکنیم حیوانات سریع فقط از وسوسه ها و غرایزشون پیروی میکنن، در حالی که حیوانات توانایی کنترل تکانه هاشون رو دارن. مثلا یک گربه میخواد کبوتر رو شکار کنه، اما اگه به حرف تکانش گوش بده و به سرعت حمله کنه کبوتر فرار میکنه و گربه گرسنه میمونه. در عوض با آرامی کمین میکنه و با غلبه کردن به تکانش قادر به شکار اون کبوتر میشه. یا وقتی که یک شامپانزه ماده مهم، مثلا یک مادر سالاری مثل ماما، آماده جفتگیری میشه، شامپانزه های نر صف میکشن و همدیگر رو تمیز میکنن و یکی از بین خودشون رو نوبت به نوبت میفرستن که جفتگیری رو انجام بده تا همشون بتونن برسن به این کار. در حالی که اگر یک شامپانزه نر دیگه بدون نوبت بره و سعی کنه جفتگیری داشته باشه همه شامپانزه های دیگه میریزن سرش. یعنی یه جورایی این یک کنترل تکانه است و یک نظمی که ایجاد میکنن و با اون نظم تکانه هاشون رو کنترل میکنن و خیلی از موارد دیگه. و سوال آخری که در این قسمت از پادکست به جوابش میرسیم اینه که واکنش شامپانزه ها به مرگ و سوگ چیه؟ وقتی که ماما حالش بد بود به طوری که دیگه امیدی به بهبودیش نبود توسط یک دامپزشک یوتانایز شد، یعنی خلاصش کردن که درد و رنج بیشتر از این نکشه و بعد در میان شامپانزهای دیگه قرارش دادن، کاری که معمولا انجام نمیشه. نرها می اومدن و بهش ضربه می زدن و بدنش رو این ور اون ور می کشیدن تا شاید زنده بشه. ماده ها ولی کمی کنجکاوتر به بررسی می پرداختن. مثلا دستش رو بلند می کردن و افتادن دستش رو می دیدن یا سرش رو می کردن تو دهن ماما که ببینن نفس می کشه یا نه. تمام شامپانزه ها اومدن و از ماما دیدن کردن و باهاش ودا کردن.
و اتفاق عجیبی که افتاد این بود که یکی از شامپانزه ها رفت و برای ماما پتو آورد. احتمالاً در واکنش به بدن سرد ماما این کار رو انجام داده بود. گیشا که دخترخوانده ماما بودش در تمام این مدت کنارش موند، مثل انسان‌ها که به امید زنده شدن عزیزشون کنار جنازش میمونن. سوگواری حیوانات معمولاً با کم خوردن و بیحال و بی‌حوصله شدن و حفاظت از مکانی که فرد فوت شده آخرین بار اونجا بوده همراهه. بعضی حیوانات هم جنازه متعفن رو تا زمانی که تجزیه بشه پیش خودشون نگه می‌دارن. مثلا یک شامپانزه مادر وحشی توی آفریقا فرزند مرده خودش رو 27 روز با خودش حمل میکنه و این سوگواری بیشتر بستگی به شدت رابطه عاطفی بین دوتا موجود داره، وگرنه چه دلیلی داره که یک حیوان برای حیوان دیگه‌ای که نمیشناسه سوگواری کنه. همچنین حیوانات قطعیت در مرگ رو درک میکنن، یعنی میدونن که موجودی که مرده دیگه مرده و بر نمیگرده. مثلا وقتی که یک مار وارد منطقه حفاظت شده بونوبوها شدش، همشون ازش ترسیدن و هی عقب رفتن تا اینکه شامپانزه ماده اونجا اونو گرفت و بلندش کرد و محکم کوبید به زمین و مار مرد. بعد اون همه بونوبوها نزدیک مار شدن و بررسیش کردن، حتی دهنشو باز کردن و نیشای بلندش رو نگاه کردن. البته مشخص نیست این قطعیت چقدر شایعه و چقدر با تصویر ذهنی از آینده و پیشبینی در ارتباطه، اما حداقل برخی حیوانات بعد از فهمیدن مرگ عزیزشون از طریق لمس کردن و بو کردن و اینا میفهمن که ارتباطشون با فرد فوت شده از حال به گذشته تغییر کرده، یعنی اینکه دیگه توی لحظه حال باهاش ارتباط ندارن و هر چی که بوده توی گذشته بوده. و به نظر آقای دیوال این واقعه میتونه همونقدر روح حیوان رو آزرده کنه که روح انسان‌ها رو آزرده میکنه. خب قسمت دوم از پادکست های آخرین آغوش ماما هم به پایان رسید. امیدوارم از این پادکست لذت برده باشید. ممنونم که با لایک و کامنت و اشتراک گذاری از کانال ما حمایت میکنید. تا سفر بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.